بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم حضور بینندگان عزیز و بینندگان خوب برنامه دو فوریتی شبکه سوم سیما. توفیق داریم که در خدمت یکی از دوستان نماینده کشورمون باشیم در مجلس شورای اسلامی. نماینده 3 شهر کوچیک که هر 3 شهر یک نماینده دارن. نمیگیم کجاست برای اینکه به هر حال اون عدالت انتخاباتی رعایت بشه و خیلی از این دوستان یعنی وکلا که نمیتونن تشریف بیارن تو این برنامه ما حق اونها محفوظ باشه. به همین دلیل از دلمون مهمون گرامیمون میخوایم که خودشون رو معرفی نکنن. خیلی خوش اومدین، خودتون رو معرفی نکنین. بله خیلی متشکرم. بنده خودم رو معرفی نمی کنم. بنده دکتر جواد مجلسی هستم. خیلی خوب. تحصیلات در چه زمینی هستش و چه مدرکی تحصیل دارید؟ حالا من تقریبا دکتر هستم. تقریبا یعنی چی؟ بله من وقتم و سر تحصیلات و محصیلات و این چیزا تلف نکردم، اما مدرک اگه بخواین زیاد دارم. همه رقمش هست، دکتراش، مهندسیش. حالا شما چی میخواین؟ چسبون میخواین، کچلواری میخواین، پاستانی میخواین، هر چیزی در خدمتتون. تو خونه زیاد میخوابید، استراحت میکنید؟ نه، من بیشتر به خاطر کارهای زیادی که دارم حقیقت نمیرسم تو خونه بخوابم، یعنی چون کارم خیلی زیاده نمیتونم تو خونه بخوابم. تو مجلس میخوابم که دیگه تو خونه سرحال باشم، بتونم با بچه‌ها آتاری و سگا و دیگه نینتندو و این چیزا بازی کنم. میگن یه کاناپه توی اون راهرو مجلس هست، یکی از این نماینده‌ها کفششو در میاره، کتشو در میاره، میذاره کنار، 2 ساعت خورا رو میرسه اینور، پفارم میرسه اینور. بله، این همون رسالت نماینده‌های مجلسه. این فقط برای دفاع از حقوق مردمه. مگه یه نماینده مجلس نمیتونه مثل بقیه خور و پفا همینطوری قاطی در هم بده بیرون؟ اما نماینده سوگند شرافت مجلس رو خورده، خورا رو میده یه ور، پفا رو میده یه ور، میگه خورا اینم پفا. یه دوربین مخفی داریم ببینیم. ویژگی یه نماینده اسلح چیه؟ والا ویژگی اصلی نماینده اسلح اعتقاد قلبی، عروقی و معده‌ای به ولایت فقیه. کار نماینده اینه که بتونه حقو بگیره، حق، یعنی حق مقام عظمای ولایت رو از حلقوم مردم بکشه بیرون. حالا این وسط یه تیکه حقم هیچ منشأ خودش هم برسه هیچ مانعی نداره. جان من این کمرم میخوندم. این حوزه انتخابی شما، باز بگم حوزه انتخابی شما، علت داره میگم حوزه انتخابی شما. این حوزه انتخابیه گاز نداره، کوهستانیه. برای گاز کشی در اونجا چه؟ بله، این پروژه‌ایه که من خودم سالهای سال در رابطه با اون تحقیق کردم. یه سری از متخصصین رو هم از مرکز آوردیم که از همین فردا کارشون رو استارت میزنن. هر کس بخواد میتونه ثبت نام کنه، درخواست بده که بچه‌ها یه گازی ازش بگیرن یا که بدنش دم گاز. من قرار دیده نشم. یه بیت شعر بفرمایید. یه که چرا عاقل کند کاری که باز آید به کنعان، اندک اندک جمع مستان قطره قطره خود به خود گوید خودم کردم که لعنت بر خودم بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا 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 مبارک. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. فعل بداهه وقتی از آدم سوال میکنن خیلی خوبه. چند تا کلمه من عرض می‌کنم خدمتتون، به اندازه همون کلمه شما پاسخ بدید. بله. رئیس مجلس، مسئول بیدار کردن نماینده های مجلس، حوزه انتخابیه، یک توپون دو نبش نماینده ها. دست شما درد نکنه. سخن پایانی اگه دارید. ما چون ما اجازه میخوایم از شما بگیریم که کمتر شما رو نشون بدیم، میخوره بنا به دلایلی که ایام انتخابات ممکنه پخش بشه، یعنی که حق دیگر نماینده مجلس ضایع نشه. این اجازه رو داریم که کمتر نشون بدیم و در صورت لزوم صداتون رو قدر تغییر بدیم. صدامو تغییر؟ دوستان صدای چی؟ حیوان میوون نذاری؟
ولی نه عالیه. اگه بتونین این دوبلر آلندلون هست بفرستی جام حرف بزنه، هم بیشتر به هم رأی میدن، فکر می‌کنن صدا منه دیگه، هم برنامه‌تون پرفروش میشه. به من رأی بدین مادر، خواهش میکنم به من رأی. سپاسگزار از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه خودتون دوفوریتی بودین و انشالله در زندگی گرفتار هیچ دوفوریتی نشین. متشکر. خداحافظ. شما به اتفاق مهمان عزیز برنامه. خیلی بخیر.